هلو گایز، سلام، چطور مطوری؟ الان میخوام در مورد عجوبه کمدی ایران صحبت بکنم. کسی که همین الان 200 میلیارد تومن بودجه درخواست کرده برای سریال جدیدی که میخواد برای صدا سیما بسازه و احتمالاً عید 405 رو با مهران مدیری توی صدا سیما بگذرونیم. به نظرتون هنوز خیابونا خلوت میشه؟ تا انتهای ویدیو همراه من باشید، چنل سابسکرایب بکنید، بریم که ویدیو رو داشته باشید. پس از 17 سال کار شبانه روزی، بیمارستان 900 تخت خوابی یاران گوهردشت به بهره برداری رسید. با افتتاح این بیمارستان پیش بینی می شود 4% از کمبود تخت‌های بیمارستانی کشور مرتفع گردد. به گزارش همکارم توجه فرمایید. آی دکتر. مهران مدیری متولد فروردین 1346 در تهران. از همون بچگی عاشق تئاتر بود. تو سن 16 سالگی روی صحنه رفت و بعد از اون دیگه از دنیای نمایش جدا نشد. خیلی زود فهمید که باید کاری کنه خنده جدی گرفته بشه. سال 1372 با نوروز 72 همه فهمیدن مدیری کیه. یه سبک جدید از طنز که مردم ایران تا اون موقع ندیده بودن. بعدش پرواز 57 و ساعت خوش اومد که با وجود محدودیت‌ها مردم پای تلویزیون میخکوب میکرد. در دهه 80 دوران طلایی مدیری بود. پاورچین، نقطه چین، شب‌های برره، هر کدومشون تبدیل شدن به یه نماد فرهنگی. مدیری با طنزش جامعه رو نقد میکرد بدون اینکه مستقیم کسی رو نشونه بره. خنده‌هاش موندگار شدن چون حرفی برای گفتن داشتن. قهوه تلخ نقطه عطفی بود در طنز تاریخی پر از انتقاد اجتماعی با دیالوگ هایی که هنوز تو ذهن مردمه. بعد از مدتی سکوت با دوره همی برگشت، یه برنامه گفتگو محور که پر از طنز و تفکر بود. اونجا نشون داد که هنوز میتونه با لبخند ساده جامعه رو به فکر بندازه. با نام خدا و با سلام بینندگان عزیز، اخبار علمی، فرهنگی و هنری امشب را جلب میکنم. ابتدا خبرهای هنری. صبح دیروز بمب نسبتاً بزرگی در جنوب لندن منفجر شد. بر اثر این انفجار 4 نفر ناپدید و 15 نفر پیدا شدند. جنوب لندن در مصاحبه‌ای با خبرنگار ما گفت در هفته آینده جنوب لندن در مصاحبه‌ای با خبرنگار ما گفت در هفته آینده از طرف جمعی از موسیقیدانان بزرگ جهان کنسروی به همین نام تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. فداتون بشم. چنل خودتون رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنید. ما غیر از حمایت شما چیزی نداریم. فدا